همدیاران عزیز سلام علیکم. امروز 25 ایول سال 2025 می باشد. قرار داریم در ناحیه ورزوب در مزار خواجه سنگخوک. ما اومدیم یک دیدن کنیم از این جای این مزار و منم میبینید یک سنگ هست. از بالای سنگ چشمه برآمدگی است و چشمه از اون بالا برآمده جاری شده اومده ایستاده است. و گرد و اطراف اگر ما نشان دهیم همه کوهستان می باشد، همه پر از برف، کریخ‌ها ایستادن. یک موضع نهایت زیبا می باشد که ما حالا با شما از بالا نشان میدیم اون موضع رو. حاضر ما بالا میبرویم نزد جایی که از آنجا چشمه جوش زده میبروید. آب رو می به شما میگویم که چی نمود آب هست. همونجا میبرویم. من بیدرک 13 کیلو خراب نشدم که با بلندی برویم. خدا خواهد بود 13 کیلو دیگه خراب میشم. 150 متر برآمدن در کار. من برآمدن نمیتونستم پیش. حاضر من باوری دارم که میبرویم. حاضر میبرویم به شما دوام میدیم. ما برآمدیم بلندی تخمینا 150 متر در کنجی 150 متر. من به نهایت آزادانه برآمدم چون که گفتم که خراب شدم و باز خراب هم میشم با 15 کیلو دیگه. خرابی از چیزی خوب بوده است. شکم رو قفص نکنید بچه‌ها. طبق رو نیمش رو خورید یا چهارکش رو خورید. التماس و خودتان فایده دارد. آمدیم بلندی جایی که آبی خواجه سنگخوک از اینجا جوش میزند. انا اینجا هست جای چشمه‌ای که از اینجا جوش میزند. اینجا قبور مونده. کدام قبور مونده چشمه رو درست کردگی است. من فکرم یک نفره گفتن که اکای کمال گفت که سهراب قاسمov خدا رحمت کند همجورو کمتر عبود کردگی بود و به نهایت خوب کرده است. ما حاضر از همین آب می نوشیم و به شما مزهش رو میگویم. من بسم الله الرحمن الرحیم. یخ است، خنک است. آب مینرالی است. در ترکیبش مینرال ها دارد. کدام مینرال ها من گفتن نمیتونم. لیکن فکر میکنم که آهنش بسیار است. برای که این ببینید سنگ هایش زنگ زدگی است. من اینجا ببینید از زنگ زدگی است. پایان جوبر زنگ زدگی است. آهن هایش بسیار است. و یک آب مینرالی است. من درون عزیز نگفتن امانت که من رفته از نزدیک هم نوار میکنم. اینجا یک خوله هست. از همه قشلاقی کلان که قشلاق زیده آمده همینجا خدمت رسانی میکند و همینجا آبادی کردگی هستن. گوسفند میکشن آبادی میکنن، گوسفند میفروشن. خلاص گپ از شهر آمده اینجا دم میگیرن، زیارت میکنن و میمونن میرون و اونجا تازه است. من هم خوله‌ای که همجا هست روبوچین میکند، نگوبین میکند. همدارون عزیزم هم خیلی موضع بسیار زیبا است. من نشان دادم کوه رو، کوه‌های برفدار رو، منظره‌های زیبا رو. سالخین است، به نهایت سالخین است. در شهر دوشنبه اگر در بیرون ایستاده نشود در اینجا شمالک است، سالخینی هست. هوا یک درجه بسیار خرم است. لیکن یک جایی یک پهلوی گندگی اینجا نه، گندگی وطندارای ما چی است. من از جمع کردم جوان پهلوان‌ها. اینجا هم جوان‌ها میبروند. اینجا پیرها برآمده نمیتونن. اینجا 150 متر انم خیلی بلندی است. من جمع کردم این رو بینید که آورده در اینجا پارت افتند. استکانی پپسی کولا بقلشکا سلافان یه چیزی خواهید. دو پاکت جمع کردیم. ما 2 پاکت جمع کردیم. برده پایان میپرتویم. یک تصور همین وطن شما رو دوست می‌دارد، بدی ندارد. و شما با وطن چی بدی میکنید؟ با همین منظره چی بدی میکنید که اومده هم خیلی غشدی میکنید؟ او جوانان وطندار وطن رو دوست داشتن در کار، وطن رو پرورش کردن در کار، نه اینکه اومده در وطن غشدی و اینقدر افلاسی کردن در کار. همجوران عزیز اگر همین نواری من معقول شدگی باشد برای شما یک لایک کنید. بیاید در همین جو موضع وطنمون بیشتاسویمون دم گیرید، تماشا کنید، زیارت کنید، از این آبها خورید، نوشید، روش بیرون کنید، خورید، از آبها نوشید، یک کیفیت برید از این حیات، از طبیعت
زیبای وطنمون راحت کنید. اگر همین نواری من با شما معقول باشد یگان چی نویسید، لایک مونید، تبلیغ کنید، در پناه خدا باشید. همداران عزیز، دوامی نواری مزار خواجه سنگخاک از ناحیه ورزوب. من خیلی جوی مولکشی هست، خدمت رسانی است. من ببینید من خیلی جوی خوراکپزی است. من گوشت بیرون رو ببینید. این گوشت بیرون گوشت گوسفند بوده است. سلام علیکم نازه انگور و بوق نوارتون تماشا می‌کنید. السلام علیکم. من در همجا ما شناختان رحمت شما نازه تماشا میکنید. شما اینجا کار میکنید؟ نه من سیاحت اومده. زیارت اومدید. مول رو شما کشتید اینجا خون کردید. مول کشتید. خدا خواهد گوش برون میخورید. خدا خواهد گوش برون میخورید. خلا جان شما اینجا کارگر میومید؟ انا خلا جان مهمون دوشنبه بیاد اینجا شما خدمت رسانی میکنید؟ میکنم. گوشتشون بیرون کدام میتید؟ دیگه تا وقت تیار کدام میتید؟ کمتر هزم بیاره خطش هزم بیارد. هزم اینجا کمتر دادن. من هر روزه و ماشین انا هزم میارم. هر یک شنبه بچم. انا با آدم میاد بسیار من قبول میکنم. هزمم کمی میکنه. رحمت خدا جون. انا گوش برونه با مزه میکنید ها؟ گوش برونه با مزه. من یک تلکه گوش برون بچه‌ها یک کچه اینا. حالی میخوریم. شما اینجا گوسفند فروشی هم هست ها؟ مالا میخرن. همین ادر پوری گوسفند است اخی. همین ادیرا میخرن. شما معمول خریدید که؟ شما دوشنبه اومدید؟ دوشنبه اومدیم. پیش ماشین بزرگ. پیش ماشین بزرگ. تماشا اومدید؟ تماشا ماشین بزرگ. او شود اکا. او شود. خوجا اسحاق ولی رفتیم اوجا گشته گفتن اینجا هم زیارتگاه و اوجا گشته اینجا اومدیم. خوجا اسحاق ولی در کجای من دامین ورزوب؟ عینی دا. آزامی کی گپ زنیم؟ برادر گپ زن، برای نورالی گپ زنه. برای اینام نورالی؟ برادرای کی نمیایم، برای نورالی جمع میکنم. این برادرای کی نه اومدن چی بگید نسبتشون؟ بیاین اینجا بیان به جای بهترین جا. کدام نورالی نه اومدگی بوده است؟ نه وا که اون نورالی رمونه بس هم خونش ده بس ور آدم چه آدم گنده وای. هم خلا. آدم سخت در کار نه. اینجا جای آدمو زیارتگاه کسی که مقصد دین کشو داره. اومده خیر سخاوت میکنه بهترین جا مقصد میگه که خدر بود هوای تازه. اومده یک زیارت کردن در کار بود. دم نفس تازه گرفتن در کار. رحمت. انا برای اون کسی که باشه آبادی کردن در کار. آبادی کردن در کار اینجا خیلی جورا آباد کردن. اینجا غجری نمیکنیم. نه ان شاء الله نیستم ما بهترین جا بهترین. او دادر جان من گفتم نورالی خونه ششینه. نورالی. یا کم انگور و باغ رقم میزنه کو همو اکا. انا همداران عزیز تماشا کنید. ها اوجا چی گپای خلا جان ها اوجا چی گپای؟ جا عود جای تلاخی ها جای شیر تو انا خیمه ها ولی رویم قیمق میابیم همونجا خریداری کنیم. پول باشه میخریم. پول باشه آکا از همه دوری از سخن کنه کنی خش دوان هر کسی با زیارتگاه همه اولیاءالله میاد پروردگار قبولش کنه. اینی به وقت جوابات کنه همه مملکت ما را از شر شیطان آمین. الله اکبر. همداران عزیز من دیدید سری من بالا برامد انا که بیایید تماشا کنید همداران عزیز این اکاتوریسم در خانهاتون نشینید. یک شنبه خیزه بیایید اینجا. من اونجا جای قیمق شیر بوده است. پول خطی میفروشن خیلی ما میفروشم اگر که فروشن. انا مولا آوردن بینید انا مولا آوردن اینجا میمونن که خریدار از اینجا خریداری کرده کشد اینجا یا که میگیرید و خونه هایتون میبرید مورد از اینجا ارزان تر میگیرید. البته بود انا همداران عزیز این است موضع و موقعی خواجه سنگخاک. در پناه خدا باشید. اگر یکم مخلوش باشد یکم لایک مونید یکم چی نویسید درباره آبادی وطنمان. در پناه خدا باشید.